سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. علیرضا فقیه هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و مشاور ارشد تستینو. خب امروز میخوایم در مورد یکی از بزرگترین معضلاتی صحبت کنیم که همه ما بلا استثنا کم و بیش باهاش درگیریم. یکی با شدت بیشتر، یکی با شدت کمتر. استرس سر جلسه و یا بهتره بگیم سر کنکور. خب حالا بیاین با هم ببینیم استرس کنکور چیه، چطوری میتونیم باهاش کنار بیایم، راههای مقابله باهاش چیه و در مورد این موضوعات صحبت کنیم با هم دیگه. استرس کنکور یعنی چی اصلا؟ اولین قدم در کنترل استرس شناخت مفهوم خود اون موضوعه. استرس کنکور یعنی یه حالت نگرانی و تنش که توی جلسه کنکور بر شما تحمیل میشه. این حالت میتونه باعث کاهش تمرکز و اون قدرت حافظه شما بشه. حالا چرا استرس داریم سر جلسه کنکور یا سر جلسه آزمون؟ چند تا علت این وسط میتونه تاثیرگذار باشه. استرس کنکور رو میتونیم اینجا تجربه کنیم به خاطر این علت ها، مثلا فشار اجتماعی که روی ما هستش، یا نگرانی از نتیجه، یا نداشتن از اطمینان در مورد خودمون، اون اعتماد به نفس رو نداریم. حتی ندونستن سوالای کنکور هم باعث استرس میشه. خب یعنی همه ما سوالات کنکور رو نمیدونیم دیگه، نمیدونیم قرار با چی روبرو بشیم. بنابراین همه ما استرس رو داریم، اما برای یکی کمتر، برای یکی بیشتره. مشکلاتی که استرس سر جلسه آزمون میتونه برای ما به وجود بیاره چیه؟ خب استرس سر جلسه آزمون یا کنکور باعث میشه که تمرکزمون کم بشه، طبیعیه دیگه. و تمرکز که کم میشه، حافظه هم ضعیفتر میشه. اون در واقع بازگشت اطلاعات به مغز شما روندش کندتر میشه. حتی ممکنه باعث بشه که برای قبول توی کنکور و اون نتیجه‌ای که میخواید در واقع دریافت نکنید و نتونید به اون نتیجه‌ای که میخواید برسید، خدای نکرده. پس حتما باید این استرسی که وجود داره رو کنترل کنیم و ازش ساده نگذریم. حالا چطوری با استرس کنکور کنار بیایم و در واقع اون مشکل رو حل کنیم؟ توصیه ما برای کنترل استرس مدیریت زمان و تمرین و تکرار آزمونه. برای این کار میتونید از یه برنامه‌ریزی مناسب استفاده کنید، مخصوصا تو این دوران که دوران جمع‌بندی، این اهمیت بیشتری پیدا میکنه. در آزمون‌های 3 روز یک بار سعی کنید خودتون رو جای یک دانش آموز بذارید که سر جلسه کنکور هستش، نه کسی که داره آزمون 3 روز یک بار میده. یعنی حتی از نظر روانی سر جلسه آزمون‌های 3 روز یک بار تمرین کنکور دادن کنید، نه فقط اون حافظه رو به چالش بکشید، نه فقط تمرکزتون، خود روانتون رو هم به چالش بکشید، روحتون رو هم به چالش بکشید و یک تمرین اساسی داشته باشید و به خودتون هم استراحت کافی بدید. حتی اگر نتونستین کنترلش کنید، با اطرافیانتون، با ما و با دوستانتون صحبت کنید. با ما میتونید از طریق همین کامنت ها یا روابط صحبت کنید، توی گروه پیام بدید و ما در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. اما نکات مهم برای کنترل استرس سر جلسه کنکور چه چیزایی هستند؟ یه نکته مهم برای کنترل استرس اینه که باید از تمرین‌های گریز از استرس استفاده کنید. تمرین‌های گریز از استرس چیا هستن؟ چه اسم با کلاسی داره ولی چیا هستن؟ مثلا تمرکز بر نفسگیری. خب اون نفس‌های عمیقی که در واقع در ما باعث میشه که اون استرس لحظه‌ای کم بشه. استرس مداوم رو نمیگیم، ما استرس لحظه‌ای رو داریم میگیم. اون قسمت حاد رو داریم میگیم. خب استرس بر دو نوع دیگه، یکی مزمنه که در واقع در خیلی از بیماری‌های جسمی باعث تاثیر بر روح و روان میشه و این استرس مزمن رو در ما ایجاد میکنه که مواردش رو زیاد میبینیم. یکی دیگه استرس حاده که در لحظه به خاطر یک سری شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فردی ممکنه در ما ایجاد بشه. اون استرس حاد مثل کنکور یک استرس حاده سر جلسه، البته قبل از جلسه و حالا توی یک سالی که ما اون استرس نتیجه کنکور رو داریم، اون میشه استرس مزمن. استرس حاد در لحظه هستش، در همون لحظه هستش. خب تمرین های در واقع گریز از استرس به جز نفسگیری چیا هستن؟ مثلا تمرین های یوگا. خب خودتون میدونید دیگه، یوگا یکی از ورزش هاییه که خیلی میتونه روی تمرکز تاثیر بذاره. شاید یک ورزشی باشه که از نظر شما سوسول بازیه، ولی واقعیت اینه که خیلی 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 میتونه از این نظر بهتون کمک کنه.
یا روش‌های دیگه‌ای که تو این وایس خلاصه نمیشن و باید حتما مفصل‌تر در کارگاه‌ها جلسات آینده در موردش صحبت کنیم. اما با کنترل استرس میشه به موفقیت رسید. خلاصش این که استرس کنکور یه مشکل شایع هستش، اما کنترل استرس یک توانایی شایع نیستش و خیلی ها نمیتونن اون استرس خودشون رو کنترل کنن و متاسفانه راهشون به موفقیت ختم نمیشه. پس مدیریت آزمون، استراحت کافی، استراحت کافی و تمرین های گریز از استرس و حتی صحبت با دوستان و اطرافیان و نزدیکانتون میتونه کمک کننده باشه. این نکات رو فراموش نکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم یک نتیجه خیلی خوب رو تقدیم خودتون و اطرافیانتون کنید. موفق باشید. خدا نگهدار.